سلام. تأثیر بخار اسید یا جوهر نمک روی کارا یا ریه‌مون که باید چقدر مراقب باشیم. رفقا، بعد از که ما جوشکاری انجام میدیم رکابو داخل جوهر نمک یا اسید میکنیم به دو دلیل: یکی اینکه جوشمون مستحکم تر بشه دیگه به این سادگی ها نشکنه، یکی اینکه رکاب سفید شه. یه اثر دیگه داره، دوست دارم شما بگین اگر بلد بودین و میدونستین، بگین بقیه هم یاد بگیرن تو کامنت ها. آرزم به حضورتون. میخوام بگم که این وقتی میزنید تو اسید من سریع درشو میذارم و مراقبم که بخار از روش بیرون نیاد. اما این قالبا رو ببینید، اینجا فاصله قالبا تا میز جوشکاری منو ببینید، چند لایه حفاظ هست تا به قالبا بخوایم برسیم. اسیدم اون پایینه، جوهر نمک. میخوام بهتون بگم اینا که نزدیک اینا بودن، ببین بخار با اینا چه کردن با این قالبای برنجی ما. اینا جنسشون برنج هم هست، نه نقره. این کارشون ببین کلا سبز کرده و خورده. حالا تصور کنید این بخار جوهر نمک یا اسید با ریه انسان چه میکنه. لطفا موقع جوشکاری خیلی حواستون باشه، موقعی که نقره رو داخل اسید میکنید حتما بلافاصله بعدش درش رو ببندین و الا آسیب های جبران ناپذیری ممکنه به ریه‌هاتون وارد بشه. یا علی مدد.